قاش چیندن چه حکم دارد؟ این موضوعی هست که امروز بسیار سوال می شود و روز گذشته همین سوال هم شده بود که از موضوع قاش چیندن یا اینکه باریک کردن قاش ها. اصلا در موضوع جوازش صحبت میکنیم که و در موضوع ناجوازیش، اگر قاش چی زن باشد چی مرد باشد به درجه اگر دراز باشد که در چشم اون ضرر داشته باشد یا که از عادتیش اگر به نهایت گذشته باشد، او تنها همون درازها و اون چیزهایی که ضرر داره به چشم همون کوتاه کرده میتوند، یعنی که همونا کوتاه کرده میتوند، اما چیندن اون هم جایز نیست است. اما زنهایی که اونها میچینن یا اینکه هموار میکنن، پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله صراحتا در این باره لعنت کرده است. میاد که حدیثی اومده، حدیث صحت ده که لعن الله النامصه. نامصه درباره نامصه چی است؟ چیندن موی میگن. نمس چیندن یا اینکه باریک ساختن را میگن. فقها در این باره صحبت کردن، گفتن که باریک کردن قاش ها را در نظر دارد. چخیلی که ابن جوزی و در نیل اوطان اومده است و ابو داود رحمه الله خودشون وقتی که حدیث روایت میکنن، نامصه گفته همون میگه که وقتی که نقش میکشد همون قاشش را هوار میکند، میگه نه که باریک میکند. به همون خاطر لعنت الله هست به زنهایی که قاشاشون باریک میکنن، یعنی که مثلا اینکه چخیلی که میکشند قاشاشون به یک اندازه باریک، نما بگیم این چیز جایز نیست است اصلا. اما از جهت ضروری گفتیم که فقط میتونه به اون قیچی باید که به اون چیز دیگر، فقط همون چیزهایی که در داخل چشمشون ضرر میکند اونها کوتاه کردن اجازت هست، اما چیندن اون لعنت الهی است. والله اعلم و السلام علیکم و رحمت الله.